салом бинандагони арҷманд. нашри нави барномаи хабарию таҳлили ахбори озодиро дар рӯзи душанбе 22 апрел тақдим мекунем. ин барнома бо иттифоқи ҳамкорон дар тоҷикистон ва Прага таҳия шудааст. ҳоло бо мавзӯъҳои асосии нашри барнома шинос шавед. сафари вазири корҳои хориҷии Бритониё ба Тоҷикистон байни Душанбе ва Лондон ҳавопаймоҳо ба парвоз медароянд. نیروهای تاجیکستان و روسیه اولین بار بعد حمله به کراکوسک مشق‌های مشترک برپا و تروریستانی تخیلی را نابود کردند. سیلاب خیزی هر سال صدها نفر را در تاجیکستان بیخانه و سرگردان می‌کند. سبب تنها تغییر اقلیم است یا چیزی دیگر؟ خاک و لای و گل یارچ فرآمده خانه‌های ما در زیر لای مانده است. امروز وزیر کارهای خارجی بریتانیا دیوید کامرون در دوشنبه با پرزیدنت امامعلی رحمان و وزیر کارهای خارجی سراج الدین مهرالدین ملاقات کرد. کامرون از آغاز دوره نو در مناسبت‌های میان بریتانیای کبیر و آسیای مرکزی و سرمایه‌گذاری بیشتر در منطقه از جمله تاجیکستان خبر داد. شهلا عبدالله گزارش می‌دهد. اولین سفر وزیر کارهای خارجی بریتانیای کبیر به تاجیکستان. دیوید کامرون در اینجا گفت برایش شرف است که به حیث اولین مقامدار بلندپایه بریتانیا به دوشنبه سفر میکند. امامعلی رحمان در این واخوری گفت کشورش برای رشد مناسبت‌ها با بریتانیا توجهی زیاد دارد. دو طرف همچنین درباره جلب سرمایه بریتانیا به بخش‌های صنعت، داروسازی و کشاورزی تاجیکستان صحبت کردند. دیوید کامرون صبح 22 اپریل به دوشنبه رسید. او در واخوری با همتای تاجیکش سراج الدین مهرالدین از امکانات‌های همکاری لندن با کشورهای آسیای مرکزی گفت. ما ظرفیت‌های زیادی برای همکاری با همه کشورهای آسیای میانه شروع از تاجیکستان داریم. این رابطه‌ها می‌تواند در بخش‌های تجارت، سودا و محیط زیست باشند. همچنین ما در رابطه با مسائل منطقوی و بین‌المللی صحبت می‌کنیم. مقامداران تاجیک سفر وزیر کارهای خارجی بریتانیا به دوشنبه را مهم گفتند. ما خوشحالیم که شما سفر تاریخی خود را به منطقه از تاجیکستان شروع کردید. شما در این سفر بسیار مشغول خواهید بود. از بعضی مکان‌های دیدنی تاجیکستان بازدید می‌کنید، از جمله از نورک. تاجیکستان و بریتانیای کبیر داد و گرفت زیاد ندارند. گردش مال میان دو کشور سال 2022 همگی 6.1 میلیون دلار بوده است. اما اخیراً توجه مهاجران تاجیک به بازار مهنتی بریتانیا زیاد شده است. هرچند کم، اما دوام 2 سال اخیر یک قسم شهروندان تاجیکستان برای کار به بریتانیا رفتند و این روند ادامه دارد. دو طرف باور دارند که بازدید دیوید کامرون بر روابط دوشنبه و لندن تاثیر مثبت خواهند رساند. در ملاقات وزیران کارهای خارجی بریتانیا و تاجیکستان امروز سازشنامه درباره پرواز مستقیم میان دوشنبه و لندن امضا شد. آنگونه که همکارم در گزارش گفت سفر کامرون زمان صورت میگیرد که همکاری‌های اقتصادی میان بریتانیای کبیر و تاجیکستان کم است. حالا سوال این است که تا کجا سفر رهبر سیاست خارجی بریتانیا به تاجیکستان میتواند واقعا هم این حالت را اصلاح کند. در این باره پیش از برنامه با کارشناس آسیای مرکزی بروس پنیر هم صحبت شدیم و نخست از او درباره اهمیت این سفر برای دو طرف پرسیدیم. این اولین سفر وزیر کارهای خارجه بریتانیا به تاجیکستان است. وی گفت که درباره مسائل مهم برای تاجیکستان و آسیای مرکزی صحبت می کند. موضوع تغییریابی اقلیم بی‌شبهه اول است. مبارزه با تروریسم یک موضوع مهم است. ما درباره شاخه خراسان گروه دولت اسلامی نه تنها در افغانستان بلکه در اروپا و در دیگر جایها و حمله آنها به کراک و سیتی هال خبر داریم. معلوم است که میان آنها مبادله فراوان اطلاعات وجود دارد چون تاجیکستان هم سرحد افغانستان است. باور دارم معلوماتی را که از فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به دست میارند در اختیار هم میگذارند. موضوع دیگر ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان می شود. بریتانیا هم مثل دیگرها به اشیای خام نیاز دارد و نمی‌خواهد که چین و روسیه تمام آن را از خود کنند و تاجیکستان را به هیچ چیز گذارند. و سوال دیگری که با تحلیلگر آمریکایی در میان گذاشتیم درباره زمان سفر دیوید کامرون به دوشنبه بود که چرا محض حالا صورت گرفت.
درباره زمان انجام این سفر هرچند باور دارم که آن را از پیش آماده کردند، بعد حمله به کروکوس این سفر پیش از همه برای تاجیکستان پر اهمیت می شود. ما می دانیم که وضع مهاجران کاری تاجیک در روسیه دهشتناک شده است. آنها می ترسند از خانه بیرون شوند. حکومت روسیه برای ختم این حالت هیچ کاری نمی کند. روزی نیست که ویدیویی از حمله به مهاجران نشر نشود. از این رو این یک فرصت خوب برای کمیرون است که با این سفرش بگوید ما همه شما را تروریست نمی شماریم، در حالی که چنین مناسبت خیلی بد است. ما می خواهیم که با تاجیکستان شریک باشیم. ما با دیگر کشورهای منطقه همکار بودن می خواهیم. تشکر. بروس پنیر تحلیلگری مسائل آسیای مرکزی بود که درباره سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به تاجیکستان صحبت می‌کرد. نیروهای تاجیکستان و روسیه آخری هفته گذشته بر آزمایش‌های مشترک پایان دادند که در جریان آن شیوه‌های جنگ با تندروان و گروه‌های مسلح غیر قانونی تمرین شد که گویا از آن طرف مرز گذشتند. این اولین مشق نظامی سربازان دو کشور بعد حمله به کروکوس سیتی هال در یک ماه پیش است که 11 شهروند تاجیکستان را به آن متهم کردند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. جنگ در یک گوشه ولایت ختلان و در رزمایشگاه حرب میدان که نچندان دور از مرز افغانستان جایگیر است. در اینجا نیروهای تاجیکستان و روسیه با دشمنی تخیلی می جنگند که گویا از آن طرف مرز گذشته است. مشق‌های نظامی مشترک روز 18 اپریل به پایان رسید و ویدیوهای آن را وزارت دفاع روسیه نشر کرد. تاجیکستان با افغانستان که یک حلقه گروه داعش آنجا پناه برده است 1300 کیلومتر مرز دارد. از همین گروه مسئولیت حمله به تالار کنسرتی کروکوس در نزدیکی مسکو را بر عهده گرفت که در آن 144 نفر کشته شدند. در جریان رزمایش مشترک نیروهای دو کشور از اسلحه و مهمات جنگی گوناگون استفاده بردند. سر از چرخبال‌های جنگی تا به درون‌های خرد قاتل که حالا در جنگ‌های معاصر وسیع استفاده می شوند. و قول فرماندهان روس در این رزمایش تجربه هایی را که در جنگ اوکراین برداشتند به کار بردند. با نظرداشت تجربه های برداشته از جنگ های معاصر، هنگام اجرای وظیفه ها در تمرین ها اهمیت زیاد به اصول و شیوه های نو و وسایل نوی مبارزه مسلحانه داده شد. فرماندهان روس گفتند که هنگام تمرین ها دشمن رمزی که تروریستان و گروه های مسلح بودند نابود کرده شدند. تاجیکستان و روسیه عضو سازمان پیمان امنیتی دستجمعی هستند و تاجیکستان میزبان یک پایگاه عظیم نظامی روسیه است. به نوشته خبرگزاری رویترز مشق‌های نظامی مشترک اهمیت دادن دو طرف به همکاری‌های نظامی را نشان داد، اگرچه حمله تروریستی کروکوس خطری تیره شدن رابطه‌های دو طرف را به وجود آورد. اکثریت متهمان بازداشت شده به حمله شهروندان تاجیکستان هستند، هرچند روسیه ادعا دارد که در پس تیراندازی در کروکوس نیروهای مخصوص اوکراین می ایستند. کیف این ادعا را رد کرده است. مقامات تاجیکستان هم چند پیش ادعای یک مقامات بلندپای امنیتی روسیه را رد کردند که گفت سفارت اوکراین در تاجیکستان مشغول کرا کردن زرخرید برای جنگ به ضد روسیه است. در منطقه های تاجیکستان مخصوص ناحیه های وحدت، رودکی و تیمور ملیک و نواحی اطراف دوشنبه در پی باران و سیل در چند روز اخیر دهها خانواده آسیب دیده است. ساکنان جماعت گلستان ناحیه واسه هم با ارسال نوار از آمدن سیل و ضرر آن به خانه های مردم خبر دادند. سیل و آبخیزی بیشتر در تاجیکستان را پیامد تغییر اقلیم می دانند و در این باره همکارم زرنگیزی نوروزشاه گزارش آماده کرد که آن را همراه می بینیم. یادگارهای مخملی و در منزلی نو برای خانواده‌اش خوراک می‌پزد. 4 سال پیش آنها در یک ناحیه کوهی زندگی می‌کردند. بر اثر آمدن یرچ خانه آنها پر از سنگ و خاک و ویران شد. یک مدت در خیمه زندگی کرده بعد 1 سال فلاکت طبیعی آنها را به دهه نوبنیاد در ناحیه خراسان کوچاندند.
اینا уже 4 سال شد ما در اینجا زندگی میکنیم. اینجا نغزه اینا راههای اسفالت کردن مونه او و در پرواد گذراندن در پیشمون میتپونگتای. یادگارای و شوهر و فرزندانش لحظه دهشتباری زیر خاک و لای ماندنی خانه‌شان را پیوسته به یاد می‌آورند. 20 مای از کوه در نتیجه آفت‌های طبیعی بریدن باران خاک و لای و گل یارچ فرآمده خانه‌های ما در زیر لای مانده است. ما اونجا خیلی مدت قریب 1 هفته بارین خیلی اجازت دادن کندیم چی یک علاج رسید کندیم گرفتیم آوردیم اینجا. جمال‌الدین و همسرش از جمله هزارها ساکنانی هستند که برای نجات جان خود و فرزندان ترک خانه و دهه کردند. فلاکت‌های طبیعی و خطری آمدن سیل و یارچ مثل این خانواده صدها نفر را در تاجیکستان وادار کرده است که از منطقه‌های خطرناک به ناحیه‌های دیگر بکوچند. برای گروه از این مهاجران داخلی یا اکولوژی در منطقه جنوبی کشور خانه‌های خاکسارانه ساختند. به زندگی در جای نو هم این مردم تا جای عادت کردند. اونجا خیلی دور بوده ما حالا در اینجا وقتی که در راه صرف میکردیم در اینجا میتوانیم از خواب دیر خسته باز درسایمان را تیار نموده بعد به مکتب رویم و برای امتحانهای دولتی تیاری خوب بینیم. به اطلاع مقامات تاجیکستان از سال 2000 تا 2017 45,000 نفر به منطقه های بی خطر کوچانیده شدند. 10,000 خانواده دیگر در نوبتند. به گفته مسئولین در کشور بیش از 100 منطقه خطرناک برای زندگی است که باید ساکنان از این مکانها کوچانیده شوند. 67 منزل استقامتی را با در دهه سالگی استقلالیت جماعت صدرالدین عینی ناحیه خراسان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته حالت‌های فوق‌العاده نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خراسان برای آن ساخته شد که دهه نعمت‌الله اسدالله در منطقه خوفناک جایگیر بودند. شهروندان آن دهه را با شماره زیاده از 900-920 نفر شهروند با منزل‌های استقامتی دهه نوبنیاد سالگی استقلالیت کوچانیده با استفاده دادیم. به اطلاع رسمی تنها در سال گذشته در کشور 557 آفت طبیعی رخ داده 51 نفر فوتیدند. در گزارش امساله سازمان ملل متحد درباره تغییریابی اقلیم تاجیکستان آسیب پذیرترین کشور در آسیای مرکزی گفته شده است. بنا به ارزیابی بانک جهانی از سال 1992 تا 2019 در پی آفت‌های طبیعی کشور بیش از 1.8 میلیارد دلار ضرر دیده است. و یک خبر دیگر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز به ایتالیا سفر کرد و قرار است فردا 23 اپریل در شهر روم با نخست وزیر این کشور جورج ملونی دیدار و گفتگو کند. دفتر مطبوعات پرزیدنت آن را سفر رسمی نامیده است. گروهی از مخالفان حکومت تاجیکستان امروز تأسف کردند که کشور اروپایی ایتالیا رهبری خودکامه امام علی رحمان را پیشواز میگیرد. پیمان ملی تاجیکستان از 20 اپریل با نشر یک بیانیه گفت تعجب آور این است که کشورهای اروپایی علیه ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس تحریم ها اعمال کردند، اما نه تنها امام علی رحمان را تحریم نمیکنند بلکه او را پیشواز میگیرند و دستش را میفشارند. این ائتلاف سازمان های مخالف در ادامه امام علی رحمان را به فقر و ناداری مردم و سرکوبگری و نقض حقوق بشر در بیش از 30 سال حاکمیتش تنقید کرده است. و بینندگان ارجمند در همینجا برنامه ما به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین به صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک توک و ادناکلاسنیک وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید میتوانید به ما بنویسید، تحقیق میکنیم. اگر درست بود حتما نشر میشود. تلفن های ما را در وبسایت و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. خدا نگهبان شما.